ما به هر حال تو دنیا و زندگی خودمون خیلی کمبودا رو میبینیم. همیشه دنبال یه ایدئال میگردیم، همیشه بشر دنبال همین چیزاست. برخی اینو در تن خودشون و برای خودشون میخوان، ولی بعضی هم برای جامعهشون میخوان. این چیزای درسایی بود که مرتب توی این شاهنامه من میدیدم. بتونی به دیگران کمک کنی، آدم نیکی باشی، طرف راستی باشی، با بدیها بجنگی، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با این شروع میشه. این از تمام این خلقت دو چیزش رو گرانبهاتر از همه میدونه که جان است و خرد. جان که همون زندگیه روی این زمین، حالا این جان برای گیاه جانور تا به ما میرسه، و خرد ویژه انسانه. خرد کاربرد دانش در راه نیکه. ما میتونیم از دانش‌هایی که کسب میکنیم به راه بدم استفاده کنیم. زندگی برای من یاری رسوندن به آبادانی زمینه و این با آبادانی زمین رو میشه از راه دانش و خرد بهش رسید. زور و فشار تو این جهان بوده، مبارزه کردن باش سخته، ولی چون ما میدونیم این بده و نباید باشه و اون خوبه، ناچاریم هر خطری رو بپذیریم و این کار کنیم برای اینکه این حاکمیت زور رو از بین ببریم و حاکمیت خرد رو بیاریم چیره کنیم.